گزاری موج آماده باشید. تبریک میگم آقای رئیس جمهور، پیروزی مقتدرانتون رو. در رابطه با سینما و موسیقی ازتون سوال داشتم. با توجه به حمایت جان در رابطه با فرهنگ، مشخصا سینما و موسیقی. سینما و موسیقی. بله. با توجه به حمایت جانانه اهالی سینما از شما در دوران تبلیغات، آیا قصد داریم که وزیر رو انتخاب کنیم که از بدنه هنر باشه و احیانا سیاسی و امنیتی نباشه؟ و راجع به موسیقی هم البته با احترام کامل به آقای صالحی امیر و در رابطه با موسیقی هم میخوام بپرسم که با توجه به اینکه در دوران تبلیغات ما دیدیم که مخالفین 100% موسیقی جزو موافقین شدن، آیا شما قول مساعدت میدید که برگزاری کنسرت ها در شهرهایی مثل مشهد و غیره با لغو مجوز و به قول شما ملک و طوایفی روبرو نشه؟ یکی از آثار انتخابات 96 این بود که همه با موسیقی صلح کردن. خلاص منتها خب ما خیلی موسیقی های سطح پایین و اینا رو خیلی نمیپسندیم. بعضیا گفتن اونا هم خوبه. حالا به هر حال به هر حال موسیقی، فرهنگ، سینما، تئاتر و همه بخش‌های هنری برای مردم ما، مردم ایران، مردم فرهنگ دوست هستند. به هر حال فرق میکنه با کشورهای دیگر، ملت‌های دیگر، سوابق تمدنی ما، فرهنگی ما. حتما دولت حمایت بیشتری در دولت 12 از اصحاب فرهنگ خواهد کرد. در دولت 11 هم البته شرایط خیلی بهتر شد. سینماها فضاهای بهتری پیدا کرد، رغبت مردم بیشتر شد، ساختن فیلم ها بهتر شد، موسیقی شرایط بهتری رو پیدا کرد، فضای بازتری شد. حتما در دولت 12 همین مسیر و همین راه رو ادامه بدیم، چون خواست مردم ما و خواست اصحاب هنر من، جمله‌ای که شما اشاره کردید، از همه ملت ایران و از اصحاب هنر که حمایت کردن هم برای حضور مردم در انتخابات، هم از بنده تشکر میکنم. متشکرم. خبرگزاری موج